خب برم از خدا بریم سراغ مرحله میمنه‌های المپیاد ورزشی دبستان شهید علیخانی. اگه هاشمی نسب و لقب یاوه بزرگی ورزشی بهش بدیم، تو مرادی هم حالا لقب یاوه آموزشی باید بهش داد. اون گفتی که این روزها از هوای مطبوع بخاری علیخانی لذت میبره. داریوش اسدی معاون اسفل مدرسه با توجه به بخش نمره آموزش پرورش و جلوگیری از گمگرایی و ترافیک زیاد شیوخ در مدرسه مجبور به خداحافظی شده بود. حالا برای تزریق خاطرات سر زده به دبستان شهید علیخانی اومد. افراشته معاون اجرایی سخت‌کوش مدرسه بعد از ماه‌ها کار مداوم و به اصرار محسودی تماشاگر ویژه‌ای بازی‌های نیمه‌نهایی بود. اما علی بخشی که روزها با برند آف رنج حامی مسابقات شده، دبیر تربیت بدنی رو تهدید کرده در صورت فروش ناموفق در فصل زمستان باید غرامت سنگینی بپردازه. به همچنین بعد از گل‌هایی که توسط بازیکن شوت زده میشد زیرپوستی خوشحالی می‌کرد. اما زدچویچ این روزها حضورش خیلی کم شده در مسابقات ورزشی با کتاب‌های مخزن الاسرار مصدر منه و شاهنامه چه خریده و با توجه به سنگینی کتی کتاب‌ها احتمالاً دفعه بعد چه رو ببینیم با استایل جدید و مواضع خواهیم شد. به دیدی هم که خدمات کامپیوتری خودش رو رها کرده و آموزش و پرورش پیوسته با توجه به نداشتن توپ و زمین مناسب خوش با بورکینافاسو قیاس کرده و گفته خود کرده را تطبیق نیست. اما خب بریم سراغ بازی‌ها. در بازی اول نیمه نهایی امیر محمد فتاحی و رضا انصاری همچنان میتازند. این بار در یک پیکار بزرگ مقابل پیکار و یارانش گوار گرفتند و توانستن 2-1 بعد از زمین بازی بیرون بیان. در این بازی امیر محمد فتاحی گل زیبایی کاشته زد و رضا انصاری هم گل دیگه بازی را به ثمر رسوند تا اولین فینالیست این مسابقه باشد. اما در اون سوی رقابت‌ها در یک بازی طوفانی که از زمین و آسمان برای آریا بناری و یارانش می‌برید، در پرگل‌ترین بازی تورنمنت حاجی زاده و فتحی با نتیجه 8-4 بناری و یارانش شکست دادند. در این بازی حاجی زاده این بازی دومین فینالیست مبتدل لقب گرفته. حالا شنبه باید فتاحی و انصاری مقابل حاجی زاده و فتحی قرار بگیرن تا آخرین رقابت این تورنمنت رو با هم ببینیم. باید در نهایت کدام یک از این دو تیم قهرمان مسابقات المپیاد ورزشی در مدرسه دبستان شهید علیخانی خواهد شد.